سلام علیکم، خوش اومدید. خیلی دلم براتون تنگ شده بود، نمیدونم چرا، چون که هنوز من مثلا اون سابسکرایبرام روش نکردم که بدونم که سری آدم هستن که در کنار من. ولی خب خیلی دلم تنگ شده در ویدیو گرفتن. از کاور ویدیو متوجه میشین که قراره در موردش صحبت کنیم، خیلی متفاوت نسبت به کل موضوعات کانال. ولی من اینقدر همچین چیزهایی رو با پوست و استخون توی این 4 سال احساس کردم، چیزایی که عموما زیاد در موردش صحبت نمیشه. توی کتابا اینو هستا، ولی واقعا رو مخم بود این چیزا و گفتم که اوکی بذار من یه بار در موردش ویدیو بگیرم و در موردش صحبت کنم، چون آدما شاید واقعا نمیدونن، شاید از ناآگاهی که این اتفاقات رخ میده، از بیشور. یه لیست آماده کردم، ببین از همه پرسیدم برای اینکه آیا این لیست رو میشه کامل ترک کرد یا نه، و کلی آدم نظر دادن، دوستای صمیمی، مشاورم، همه گفتن. و من یک لیست آماده کردم از چیزهایی که باید رعایت کنیم توی جامعه، یا چیزایی که بهتر رعایت بکنیم که چطوری با فرهنگ و با شعور دیده بشیم. و خیلی از این چیزا نیستن که تو با دیفالت توی ذهنت باشه، به صورت پیش‌فرض توی ذهنت باشه، ولی با تمرین کردن به دست میاد. خیلی شاید سخت باشه برای انجام دادن، ولی خب این چیزا هستن که تو نشون میدن که آیا با شعور یا با فرهنگ هستی یا نه. یه چیز دیگه هم بود که در مورد کلا شعور و شخصیت حرف می‌زد که شعور و شخصیت صرفا بابت اون کارهایی نیستن که تو انجام میدی، خیلی وقت بابت اون کارهایی هستن که تو انجام نمیدی توی زندگی. پس می‌بینیم که کلا این لیست قراره چطوری باشه، در مورد چیزایی قراره صحبت بکنیم که با شعورتر باشیم. این لیستی که تا الان با 22 سال سن من تا الان به نتیجه رسیدم و از کسایی که پرسیدم بهم گفتن شاید این لیست در آینده کامل‌تر بشه یا چیزای بیشتری بیاد توی ذهنم، یا شما توی کامنت‌ها بنویسین. ولی این چیزی که تا الان متوجه شدم، پس ببینیم که در مورد چیا قرار صحبت کنیم. خب مورد اول، توی فضای عمومی با تلفن یا با دوستمون که کنارمونه بلند صحبت نکنیم. ببین این موضوع خیلی زشته. مثلا من توی مترو هم طرف بلند داره خودش غیبت میکنه، بلند صحبت میکنه، یا حتی مثلا توی اتوبوس هم، توی اتوبوس 2 ساعت و نیم راه که مثلا از کاشان میخوام بیام اصفهان و کل تایم آدم دارن با تلفن حرف میزنن. و خب میدونم که این فضای رزرو شده نیست، ولی به صورت عمومی من حتی اگر این واجب بود میگفتم که بهشون میگفتم که میشه من بعدا باهاتون صحبت کنم یا چیزای اینطوری. و اینا خیلی زشته وقتی که انجام میدی. میدونی مثلا آدما، من خودم به شخصه علاقه ندارم بقیه بشنون حرفایی که دارم میزنم و حالا با هر کسی که هستش. پس بریم تو فضای عمومی واقعا بلند صحبت نکنیم که نه تنها بقیه حرفامو متوجه نشن، بلکه بیشعور و بی‌فهم نظر نیایم. خیلی نکته مهمیه. مورد دوم، وقتی که از وسایل عمومی استفاده میکنیم مثل اتوبوس، مثل مترو، اولویت با کسایی که میخوان خارج بشن، نه کسایی که وارد بشن. من نمیدونم چرا وقتی توی اتوبوس هم، اتوبوس دانشگاه، اتوبوس بیرون یا حتی مترو، تا مترو وای میسه آدما تو اینکه بذار برم تو، بذار یورش ببرم، بذار فلان کنم، این ته بیشوریه. خب من خودم هم الان که توی مترو من میخوام خارج بشم یه تایمی وارد شدم به مترو. خب و شما به عنوان یک آدم، به عنوان یک شهروند باید کنار وایسین که کسایی که میخوان خارج شن اول خارج بشن بعد شما وارد بشین. میدونن تایم محدوده، میدونن نمیخوایم چی میگن، نمیخوایم وای خدا مترو بره بدون ما، همه اینا رو میدونم، ولی اینا بخشی از حقوق شهرونده که تو باید صبر کنی طرف خارج بشه بعد بیای. ببین من یعنی آدمایی که میان جلو، ببین توی هر رده سنی هستن، توی هر قشری، توی هر جنسیتی، و دارم میبینم که خب بذار من برم بیرون بعد بیای تو. خیلی عصبانی میکنه و اینو همه جا دیدم، همه جا، اصلا شهر و استان و دانشگاه و فضای عمومی اینا نداره، همه جا دیدم و واقعا زشته. مورد سوم، توی اتوبوس یا مترو کفشامون رو در نیاریم. ببین اصلا این عموما انقدر این موردایی که دارم میگم انقدر بدیهیان که نمیدونم چرا دارم درشون صحبت میکنم، ولی اینقدر چیزایی بوده که بقیه رعایت نکردن که مجبور شدم بیام در موردشون صحبت کنم. ببین آدما کفششون در میارن با تمام بیشعوری. ببین من میگم وای خدا من میخوام نفس بکشم، اکسیژن نیاز دارم، چرا این کارو میکنی؟ چرا توی مترو، چرا توی اتوبوس، مثلا اتوبوس کاشان تو اصفهان یا اصفهان توی کاشان کفششون در میارن و من اینطوری هم که چی بهش بگم؟ من کفشتو پاک کن. ببین اصلا راننده
راننده اتوبوسی گاهی وقتا میگه، من چون من جلو میشینم چون که فضا بهتره و اینا، میبینم که میگن شاگرد یا راننده، ولی واقعا در نیاریم چه فکر کردیم بابا. ما هم سختمونه، ما هم کفش پامونه، ولی خب میدونیم که جورابمون بو میده به هر حال. چرا بقیه رو، چرا انقدر خودخواهیم و فکر میکنیم که بقیه باید بوی پای شما رو احساس بکنن همیشه؟ یه چیز دیگه هم هستش، مورد پنجم، نه مورد بعد میشه، حالا شما شاید اشتباه نشون خیلی بیشتر در مورد بیشتر در مورد پسر حقیقتا، اما قیزمو در میاره این قضیه. واقعا وقتی که توی محیط عمومی نشستم، سر کلاس، سر مترو، سر یا تو مهمونی، نمیدونم چرا پسر احساس میکنن که الان کلاس ژیمناستیکه و باید پاهاشون رو 180 باز بکنن تا در راحت ترین پوزیشن ممکن قرار بگیرن. و من در کنارشون نشستم و که ببین پام اینطوریه، بعد اینطوری هم که بابا منم میخوام بشینم. توی تاکسی اینا رو دیدم، نمیدونم چرا پسر فکر میکنن فقط خودشونن که باید راحت باشن و گور پدر اونی که بغلن نشسته، چه دختر باشه چه پسر باشه، اصلا نشستن قشنگ نیست. چرا این کارو میکنن پسرها؟ چرا با خودشون کار میکنن؟ واقعا خیلی زشته. ببین اینطوری که میشینن، من اینطورم که بعد من واقعا میگم دیگه اخیراً تو شده که بابا میخوام منم بشینم، پاتو جمع تر کن. بعد حتی این چیزایی که بگی بهشون خدای زشته، طرف باید خجالت بکشه، ولی حتی خجالت هم نمیکشن. خدایا واقعا سر این ویدیو قرار هرسی بشن، چون چیزایی که واقعا رو مخم بودن و انقدر روی مخم بودن که گفتم در موردش صحبت کنم. ببین واقعا. خب مورد بعدی، وقتی که داریم از عابر پیاده رد میشیم یا توی یه سمت خیابون با دوستتی، با پارتنرتی، با حالا هر کسی هستی، اگه یکی دو نفر هستین اوکیه، ولی بیش از دو نفر کنار هم توی یه ردیف قرار نگیرین که کل اون عابر پیاده، کل اون پیاده رو شما بگیرین و آدمایی پشتتون قرار میگیرن. من خودم همیشه از اون آدمایی که باید بگم ببخشید میخوام رد شم، که طرف یه بیاد کنارتر، یه ذره چی میگن، یه ذره اذیت کنه، خودش رو لطف کنه در حق من که یه ذره بره کنارتر که بتونن بقیه پیاده روها هم رد بشن. خیابون برای بابات نیست و تو باید توی راستا نباید قرار بگیرین اگه بیش از 2 نفرین و آدما میخوان رد شن و به این فکر کن که تو کل پیاده رو گرفتی، کل عابر پیاده رو گرفتی، چرا تو داری، چرا فقط فکر می‌کنی برای خودت، این بقیه هم میخوان رد شن. کلا من نمیدونم چرا آدما همش اینطوریان که گور پدر مردم، نمیدونم چرا فکر نمی‌کنن که من دارم از اینجا رد میشم، شاید کسی دیگه هم بخواد رد بشه، شاید آدم‌های پیاده دیگه هم قرار دارن که میخوان از این قسمت رد بشن. پس در نظر بگیریم که همه با هم با دوستامون، حالا از مدرسه میایم، از دانشگاه میایم، از مهمونی میایم، همه توی قسمت توی ردیف قرار نگیریم. مثلا دو تا بشین بابا، چیزی نمیشه که یه قسمت پیاده روه. حالا اگه عریض بود میتونیم یه ذره رد شیم، یه ذره کنار هم قرار بگیریم که اگه جا بود بقیه هم بتونن رد بشن، نه که کلش رو تو بگیری تو دوستات. چیز بعدی، وقتی که از پله برقی استفاده میکنین، شما باید سمت، اگر عجله ندارین و منتظرین تا پله برقی بره بالا یا پایین، شما باید سمت راست پله قرار بگیرین که آدم‌هایی که عجله دارن از سمت چپ برن، خودشون برن بالا و شما نباید یه نفر راست باشه، یه نفر چپ باشه، یه نفر راست باشه، یه نفر چپ باشه. کلا قانونش اینطوریه که تو پله برقی قسمت وای میسی، اگر عجله نداری، کسایی که عجله دارن از سمت چپ میرن، دقیقاً مثل لاین تندرو توی خیابون دیگه. یه از آدم‌ها عجله دارن میخوان تون برن، یه از آدم‌ها عجله ندارن. پس مایی که عجله نداریم سمت راست وای میسیم همه، و کسایی که عجله ندارن سمت چپ وای میسن. میریم پارت بعدی. اگر آسانسور جا نداشت، میبینین که 5 نفر مثلا توی آسانسورن، حتی شما عجله دارین، به زور خودتون رو جا نکنین توی آسانسور. اون آدما حقشونه که اونجا باشن، تو هم حقته که باشی توی آسانسور، ولی خب تو آخر نفر رسیدی و اینکه تو خودت یه جوری چفت کنی. مثلا من ببین قرآن مجید واقعا من تو دهنه پسره بودم، پسر داشت خودشو جا می‌کرد و من چونم که نه که چیکار داری می‌کنی بابا، برو گم شو بیرون از آسانسور. بعد یه جوری شد که من رفتم از آسانسور بیرون با اینکه من نفر آخری نبودم. نمیدونم چرا آدمو خب به زور خودشون جا کنن. نه آسانسور ظرفیت داره، نه آسانسور جا داره، نه من سبکم. این چرت و پرتا چی آدمو میگم واقعا. خدایا ببین خیلی عصبیم،
خیلی عصبیم واقعا. پس جا نکنیم خودمون توی آسانسور اگه شلوغه. بعد سری جایی هستن مثلا سالن اجتماعات یا سینما یا جای دیگه که شما خب یه ردیف نشستن و شما میخواین از کنارشون رد بشین. خب شما چطوری باید رد بشین؟ شما باید به سمت اونها رد بشین. یعنی بازنده گرامی نباید به سمت اونها باشه. خب شما باید به سمت اونها، یعنی فیس تو فیس از کنارشون رد شین. اوکی. نباید خدای اینطوری رد شین. اوکی. بعد یه چیز دیگه هم که من توی باشگاه دیدم این که اوکی دمبل و استف و این جور چیزاشون رو جمع نمی‌کنن و میگن بابا گور پدر نفر بعدی، یا میگن شاید نفر بعدی بخواد از همین استفاده بکنه. اوکی تو مطمئنی نفر بعدی می‌خواد از این استفاده کنه؟ اگه مطمئنی بر نداره. ولی تو به عنوان یک آدم که اوکی اصلا فرض کن بگو گور پدر حقوق شهروندی، گور پدر بقیه، حتی تو این بای دیفالت ذهنی داشته باش. اوکی. ولی میخوای خودت تو وقتی توی یک جامعه هستی خودت اخت کنی با جامعه، خوب به نظر بیای. اوکی. حتی برای خوب به نظر اومدن تو خود این کارا رو انجام بده. من واقعا خیلی تایم زیادی ازم میگیره وقتی بعد وسایل افراد قبلی من که از این دستگاه استفاده کردن جمع کنم و آدم‌ها صرفا بابت اینکه شعور اینو ندارن که بذار خب جمع نکنم، من مجبورم این همه تایم بذارم و واقعا اذیتم میکنه. پس باشگاه که میریم بعد از اینکه از وسیله ها استفاده کردیم، از کراس استفاده میکنیم، نمیدونم از قایق استفاده میکنیم، هر چیزی، هالتر بیسیک ترینش، دمبلاشو برداریم، استفاشو برداریم، حالا هر چی هستش. اگر اینو تو خوابگاه دیدم حقیقتا یه سری ببین مثلا شما به عنوان آدمی که کسی رو استخدام میکنید برای تمیز کردن خونه‌تون، یا اگه نیروی خدماتی دارین یا کسی که تمیز میکنه خونه‌تون رو، یا سر کار، حالا فرقی نداره، یک سری وسایلی که خیلی شخصی هستن رو شما باید خودتون بای دیفالت تمیز کنین. اصلا مهم نیست چقدر به طرف مقابلتون پول میدین، هیچ اهمیتی نداره. خب یک سری وسایل شخصی هستن. مثلا شما توی حمام موهاتون رو باید بردارین. شما مثلا باید اگر دستمون کاغذی استفاده کردین به هر دلیلی دستمون کاغذی رو بردارین. وظیفه کسی که استفاده کردین این نیستش که اینطور وسایل شخصیتون رو برداری یا شورتاتون رو یا چیزای دیگه رو. اینا خیلی شخصی هستن و من باورم نمیشه که یک سری از آدم‌ها حتی به فکرشون نمیرسه که نه بذار حالا من موهای توی حماممو جمع کنم، نه بذار حالا این لباسا رو ما جمع کنم. اصلا من توی خوابگاه یه چیزایی رو میبینم که باورم نمیشه که آدم‌ها به این، یعنی حتی ببین درسته که تو مثلا وقتی توی خوابگاه زندگی می‌کنی حالا توی حمام و اینا امکان زیادی داره که تو نفر بعدی نفهمه تو کی هستی، کی اینجا بوده. برای همین خیلی باعث شده که آدم‌ها رخ ذات واقعیشون نشون بدن. ببین یعنی مثلا باورتون نمیشه، حالا بذارین بگم یه آدمی بود، ببین نوار 26 رو چسبونده بود توی حمام و من که حالا نشنیدم نهیدم خودشون که واقعا، ولی باورم نمیشه که آدم این کارو میکنن. پس یادتون باشه که اگه این چیزا رو دارین، یه سری وسایل شخصی مثل مو، نوار بهداشتی و اینا، یا اصلا اگه نوار بهداشتی تو سطح خودتون باید بردارین تمیز کنین. این یه چیزیه که بای دیفالت باید بدونی که اوکی درسته که من کسی رو استخدام میکنم ولی وظیفه منه اینا رو بردارم. چیز بعدی، موقع رانندگی راهنما بزنیم. ببینید در کنار فرمون یه چیزی وجود داره که شما میتونید بالا یا پایین بکنید. پایین برای اینکه به سمت راست برین و بالا به سمت چپ برین. من نمیدونم چرا آدم‌ها از این وسیله استفاده نمی‌کنن و مثل خر میپیشن، یا اگه توی پارکینگن مثل خر میان بیرون و تا اگر بوق بزنی اونا بوق میزنن که چشت درات تو هم باید میدیدی، یا مثلا طرف میگه که کوری من دارم میرم حرکتام مگه نمیبینی. پس راهنما واسه چیه؟ میدونی توی ایران همینطورن که بابا برام مهم نیستش راهنماست، حالا که چی تو که داری میبینی من دارم این سمت میرم. من واقعا نمیفهمم این، ببین بیشعورترین و بیشخصیت‌ترین آدما کسایی که راهنما نمیزنن به نظرم. یعنی طرف راهنما نمیزنه، یعنی اینقدر انگشتش حاضر نیست تکون بده. دستت رو فرمونه، تو دیگه داری رو فرمون رانندگی می‌کنی دیگه، یه خورده دستتو بیار بگو من که میخوام برم سمت راست، طرف پشتیم طرف جلوییم بفهمه من دارم میرم این سمت. خب چرا این کارو نمی‌کنی؟ چرا واقعا فکر می‌کنی مهم نیستش این جریان؟ جزء
بدیهی ترین و اصلی ترین قوانین راهنمای رانندگیه که اوکی تو گواهینامه‌تو گرفتی، اوکی چقدر خوب، خوش به حالت، ولی ازش استفاده کن. اون کتابی که خوندی که خیلی کتابش هم نخونن، فقط سوالاشو خوندن، توش نوشته. بهتون توصیه میکنم که به عنوان یک حقوق شهروند، به عنوان یک شهروند بخونین اینو. بابا حداقل راهنما رو استفاده کنین. از پارک میاین بیرون، بابا چیز کن دیگه، راهنما بزن. چقدر سخته مگه؟ چقدر مگه سخته؟ چیز بعد آروم میشم میذارم. بعدی چون صف نزنیم، شاید زودتر به اون چیزی که میخوای برسی. حالا نمیدونم صف سینما، صف غذا، صف فلان، صف فیسال. ولی خیلی آدم بیشوری هستی که زودتر فقط به هدفش رسیده و بلیتشو گرفته یا غذاشو گرفته یا نمیدونم خوراکی گرفته، حالا هر چیزی که گرفته. بابا تو که درسته که اینو گرفتی، ولی تهش آدم بیشوری. من نمیدونم چرا مثلا یه چند دقیقه تو صفم بعد آدم نمیاد پشت من قرار بگیره، میاد جلوی من میذاره تو صف میگه من عجله دارم، من فلان، من فیسال دارم. ببین من شده که مثلا خیلی وقتا واقعا عجله داشته باشم و از طرف مقابلم اجازه گرفتم که آقا من میشه چیز کنم، واقعا مثلا صف گرفتم، صف منتظرم فلان. میتونی اجازه بگین از آدم اگه میخواین بیاین جلو. چرا توی صف میزنین واقعا؟ چیز بعدیم، وقتی که بیرونیم داریم پیاده روی میکنیم و آهنگ گوش میدیم، هندزفری یا ایرپاد بزنیم تو گوشمون یا هدفون. نمیدونم چرا یه سری آدم هستن که با گوشیشون آهنگ میذارن میرن تو خیابون، تو پارک، تو فلان. من چرا باید با آهنگت با اون سلیقت گوش کنم؟ درست گفتم؟ آره. من هیچ علاقه ندارم به اینکه آهنگایی که تو دوست داری رو گوش کنم. من آهنگ خودم تو ایرپاد خودم. چرا تو ببین چرا واقعا این حق شهروندی رو هیچکس رعایت نمیکنه؟ خیلی افراد کمی هستن که واقعا رعایت میکنن. چرا واقعا آدما طورن که خب بذار آهنگ گوش میدن، بقیه هم حال میکنن میگن یس ایول دمت گرم. نه، هیچکس علاقه نداره آهنگایی که تو دوست داری رو گوش بده. مگر اینکه طرف مثلا مامانت باشه، بابات باشه، دختر باشه، دوستت باشه که مجبور گوش بده. آدمای غریبه، آدمایی که از کنارشون رد میشن، لازم نمیبینم من واقعا به عنوان اون آدم غریبه آهنگایی که تو میخوای گوش بدم. تو میتونی هندزفری بگیری، تو میتونی هدفون بگیری، میتونی ایرپاد بگیری، میتونی گوش ندی. به من چه که تو میخوای گوش بدی؟ واقعا همینه. خب پارت بعدی، اگه دوچرخه یا موتور داریم از قسمت پیاده رو نریم. یه چیزی هست به نام خیابون که آسفالت، آدم‌ها میتونن روی اون رانندگی کنن، روی اون موتور سواری کنن، روی اون دوچرخه سواری کنن. یه قسمتی هم هست به نام پیاده رو. من به عنوان یک کسی که پیاده میره از پیاده رو استفاده میکنم، ولی وقتی ماشین داشته باشم از خیابون استفاده میکنم. چرا آدم‌ها میان این کارو میکنن واقعا؟ بعد که ببین کنار من دارم میام. خب برام اهمیت نداره داری میای. خودم تلاش میکنم به جای برام اهمیت نداره اون چیز دیگه باید بگم نمیگم، واقعا من تلاش میکنم، ولی خب اهمیت نداره. تو از خیابون باید بری. چیز بعدی، ببین یه سری از چیزا هستن که حالت بیشوری ان، یه سری چیزا هستن که تو اگه رعایت کنی خیلی آدم با فرهنگی به نظر میای، خیلی چی میگن با شخصیت به نظر میای. یه سری کارها رو انجام بدیم، مثلا وارد مغازه میشیم، آقا سرمون رو مثلا خر نندازیم تو بریم، فقط نگاه کنیم من بریم بیرون. حالا درسته که فروشنده هم یه سری واقعا خیلی وقتا پیش میاد بیشور باشن، هیچ نمیگن، که به عنوان آدمی که بیزینس خونده میگم این کارتون اشتباهه. اگه این ویدیو رو میبینید فروشنده عزیز، حالا من دارم به عنوان یک مشتری میگم، من اینا که کلا دارم میگم به عنوان یک شهروند عادی که اصلا هیچ شغلی نداره، اصلا تصور کنیم این کارا رو انجام بده، داره این کارو انجام میده. وقتی که وارد مغازه میشیم یه چیزی حداقل از دهنمون در بیاد، سلام وقتتون بخیر، یا اصلا وقتتون بخیر، روزتون خوش، فلان فیسال، یه چیزی بگین آقا دیگه. همینطوری مثلا خرکلتون رو نندازین برین توی مغازه. ممنون میشم واقعا این کارو بکنید. اگه کسی یه کاری برامون کرد، حالا هر کسی میخواد باشه، تشکر کنیم، ازش ممنون باشیم و بهش بگیم اون بقیه نوکر پدرمون نیستن. هرچند اونها به تشکر تو نیاز ندارن، ولی تو به عنوان یک آدم میتونی با فرهنگ جلوه کنی، حتی اگر نباشی. خب آقا، من توی سری خیابونا شده که میبینم که 2 ماشین کنار هم بغل هم پارک کردن توی خیابون اصلی و باعث شده که خیلی خیابون تنگ‌تر بشه و ترافیک ایجاد بشه و صرفا آدم اینطوری که نمیرم یه سبزی میگیرن، نه دارن یه کاری میکنن میام. همچنان برای من حیرت نداره که چند دقیقه میخوای بری، چند ثانیه میخوای بری. به هر حال تو داری
مانع یه چیزی میشه که آدما نمیتونن رد شن. به عنوان کسایی که ماشین بزرگ دارن اینا واقعا خیلی وقتا نمیتونن رد شن و مجبورن وایسن. حالا هی بوق میزنی بعد مثلا به عنوان یک راننده خانوم نمیدونم ببین خیلی بامزه است این جریان که آدما مثلا مردم نگاه میکنن که این که راننده‌اش خانومه، این که دختر بچه است که چی. منم به عنوان تو یک حقی دارم، منم گواهینامه دادم، هرچند که شما البته منم دادم. یه سری از آدما هستن که خیلی پیشران و بدون گواهینامه دارن رانندگی میکنن، ولی من حق قانونی دارم که رانندگی کنم و تو حق بیشتری از من نداری. از وقتی هم که به یک ماشین نگاه میکنیم که راننده‌اش خانومه، اینطور نباشین که این که راننده‌اش خانومه. یا مثلا یه جایی میخوای دور بزنی، مثلا از فرعی میخوای بپیچی توی اصلی، خب و اون قسمت اصلی ترافیکه، مثلا میخوام برم اون بر لاین، یه ذره آروم آروم خب تو جلو میری که آروم آروم بتونی بپیچی و بری اون لاین. و نمیدونم چرا آدم‌ها راننده خیلی حس زرنگی میکنن که نه بذار من یه ذره جلو برم، این یه ذره تو رو به هیچ جایی نمیرسونه به عنوان راننده. بذار من بتونم به عنوان یک آدم رد شم که از جلوی تو هم رد شم راحت بری. بعد آدما یه سری وقتا اینقدر نزدیک میشن به من که من اینجوریه که حالا یه ذره برو عقب‌تر من بتونم رد شم، واقعا نمیتونم، ماشینم خط میفته. نمیدونم چرا من بعد از هر چیزی که میگم نمیدونم چرا. پس دو تا ماشین کنار هم وسط خیابون پارک نکنیم، کسی که میخواد دور بزنه بهش راه بدیم، یا کسی که داره حتی وقتی که توی ترافیکی و طرف داره دور میزنه تو در هر صورت نمیتونی جلوتر از اون بیفتی، خب بذار رد شه آقا بره دیگه. اگه با کسی داریم صحبت میکنیم سرمون تو گوشی نباشه، مثلا من دارم با تو صحبت میکنم تو سر تو گوشیه، خب واقعا رو مخمه. من اگه می‌خواستم تو گوشی باشم که نمی‌اومدم با تو حرف بزنم، من می‌رم تو گوشی، منم تو خونم گوشی دارم، منم لپتاپ دارم، منم فلان دارم، منم میتونم برم تو گوشیم. اوکی اگه پیام واجب داری بگو منم یه چند دقیقه گوشیمو چک میکنم تو کار واجب تموم شه. ولی میگم میگی نه گوشم باهاته، 100 سال سیاه نمیخوام گوشم باهات باشه، گوشت بام باشه. این شخصیتی که دارم تو این ویدیو نشون میدم خیلی فرق داره با ویدیو قبلی. اوکی اگه پشت چراغ قرمزین تا چراغ سبز شد فر دستتون رو روی بوق نزنید که حاجی برو چراغ سبزه. ما هم داریم میبینیم، ما هم چشم داریم. شما برای اینکه بتونید رانندگی کنین یکی از ببینین یه تست بینایی میدین و ما هم داریم میبینیم به چراغ سبزه. حتی یه وقتی شده که ببینید مثلا چراغ هنوز یک سبز نشده، بخشش 30 سبز مثلا، حالا 30 در نظر بگیریم، بوق میزنن پشتم. ببین من بذار سبز چه لعنتی، من میرم، منم مثل تو میخوام رد شم، منم مثل تو میخوام زودتر به مقصدم برسم. خب اگه میخواین کسی رو تو خیابون پیاده کنین راهنما بزنین و یه جا پارک کنین وسط خیابون، یهویی نپیچین این طرف، البته این زیر مجموعه راهنما هم قرار میگیره، یهو نپیچین این طرف که اصلا بقیه نتونن حرکت کنن و صبر کنن تا شما ایشون و خانوم و آقا رو پیاده کنین، یه فرزندتون رو بقیه بتونن برسن به مقصدشون. شما میتونین اینجا پارک کنین دورتر یا نزدیکتر که بقیه هم بتونن رد شن. خب حالا یه بحثی هستش که مقدار حالت اینطوری که اگه رد کنه خیلی خوبه به عنوان آقا. ببین خیلی قشنگه که من اصلا وقتی که من و یک آقایی توی آسانسوریم یا حالا توی جایی هستیم آقا بعد از من رد شه یا به عنوان یک آقا بعد از اون خانم رد بشه، و حقیقتا که هم نسل‌های خودم خیلی دارم اینو میبینم و خیلی خوشحالم بابتش. یعنی توی سری چیزای واقعا خیلی آدما باشعورترن، نسل ما میتونم بگم با توجه به تجربه‌ای که الان داشتم. اوکی تو میتونی، آره میتونی همینطوری بری، مهم نیستش. ولی مثلا من وقتی که یه آقایی واقعا پشت سرم وای میسه و بعد از من حرکت میکنه یا از در بخوایم رد بشیم من اول رد میشم به در باز میذاره، اوکی آقا قطعا طرف دربان من نیستش که، یا نوکر پدرم نیستش که، میدونم. ولی خیلی قشنگ‌تره میدونی اینطوری که واو چه جنتلمن، میدونی میگم که آفرین اینطوری خوبه که به عنوان آقا این رو رعایت کنیم. بعد آقا اینکه از کنارتون رد بشیم، حالا پیاده رو تو از کنار من داره رد میشه، من از کنارش، اینکه بوی عطریات کلام بدیم خیلی جذابه، خیلی جذابه، به جاش بوی عرق ندیم، میدونیم خیلی قشنگه. و اینکه هیز نباشیم خیلی قشنگه، به چقدر این قشنگه. و اینقدر اخیراً دارم با پوست و سکون اینو احساس میکنم که وای خدا ببین طرف اینطوریه. من نمیفهمم چرا، واقعا نمیفهمم چرا.
بعد مثلا فکر میکنم که اگه چیز باشن بیان جلو و مونیتورینگ که حتما قطعا به تو جواب یس میدی اوکیه و یه شماره هم بگرفتم، یه آیدی اینستاگرامم، ایمیلم، آدرس خونه همه برای تو. آره بچه چیز نباشه واقعا. ببین واقعا خیلی زشته و فکر میکنم دختر در مورد این مسئله صحبت نمیکنن. ما همیشه اینطوریم که وای اونم ببین چقدر چیزه، واقعا خیلی زشته. خب یه مسئله دیگه هم هستش که آشغال نریزیم. ببین من میدونم واقعا مخصوصا شهر به شهر خیلی فرق میکنه. مثلا توی کاشان خیلی سطح آشغال کمه ولی توی اصفهان خیلی زیاد و میدونم که واقعا ایران خیلی کم کاری میکنه تو این زمینه و سطح آشغال به اندازه کافی نیستن، ولی لطفاً آشغال روی زمین نریزیم. واقعا همین پاکبانا واقعا نوکر پدر ما نیستن که اینا رو تمیز کنن و هرچند ما حتی اگر آشغال نریزیم به هر حال اونها جزء کارشونه که مثلا اون قسمت خیابون رو تمیز کنن، ولی خب کارشون خیلی کمتر میشه و حالا من صرفا نمیگم بابت اینکه کارمون کمتر بشه این کار نکنیم، خیلی زشته. مثلا من میبینم که طرف تو ماشین راننده است پوست تخماشو میریزه تو خیابون و من اینطورم که چرا کار داریم می‌کنیم، خیلی زشته. خب رفتار همین مثل بچه‌ها هستن که غذا میخوان و جیغ میزنن و فلان و اینه و مادر اینطوری که برام مهم نیستش بچه‌ها برای جیغ میزنن، برام مهم نیستش که جیغ دخترم یا پسرم داره پرده گوشو تو رو پاره میکنه، میدونی؟ من اینطوریه که خب برام مهم نیست بچه‌م داره جیغ میزنه، خب چیکار کنم؟ من اینطوریه که اگه تو کار نمی‌خوای بکنی می‌خوای من برات بکنم. این که بچه جیغ میزنه واقعا رو مخه. مثلا تو رستورانی طرف داره بچه‌ش جیغ میزنه، خب ساکتش کن اونو. یا مثلا آدم‌ها رو رستوران صندلی رو جوری میکشن طوری که وای. خب یکی دیگه هم هست خیلی وقتی کسی حرف میزنیم و صمیمیت خیلی خاصی نداریم باش، مثلا همکلاسیه مثلا همکار اونا، مثلا اگر آقا و خانم باشن زیادی بیش از حد نزدیک نباشن از نظر فاصله. حفظ حریم خصوصی بدن توی افراد مثلا تو طبقات اجتماعی بالاتر بیشتره و در مورد خانم آقا هم مثلا اینا صدق میکنه. مثلا که مثلا واقعا خانم اگر دوتا خانم باشن یا دوتا آقای زیاد فرق میکنه قضیه، ولی خب توی موقعیت هایی که یکیش یه طرف خانومه یه طرف آقا خیلی قضیه متفاوته دیگه، باید یه ذره فاصله دورتری داشته باشن و باعث ایجاد تصوری از فرهنگ پایین توی مخاطب میشه، توی کسی که شما داره میبینتتون. حالا توی شاید اصلا کسی نمیبینتتون ولی برای امنیت خودتون این بهتره. من خودم به شخصه واقعا برام این قضیه مهمه که طرف مقابلم اینقدر نزدیک نشه، دارم باشون حرف میزنم فروشنده مثلا تو حلقه من بود و اینطوری که باشه ذره بذار اونو ببینم من دوری بذارم. یه سری جاهایی هستن، یه سری چیزایی مثلا مثل مکان‌های عمومی مثل پارتی، حمام، خوابگاه، دستشوی، مرکز خرید. وقتی که اینجور جاها میدیم از اینجور جاها استفاده میکنیم بهتره که آثار حضورمون رو به حد اقل برسونیم. اگر دستشویی میدیم از سیفون استفاده کنیم، اگه اگه مثلا دستمال کاغذیمون نندازیم تو توالت، تو دستشویی، یا مثلا حمام خوابگاه تمیز کنیم. میدونید چیزایی که حالت مکان‌های عمومی هست و شاید تو تا خارج بشه یه نفر بعد از تو وارد بشه، اینطور نباشه که طرف بعد بگه ای چقدر قبل می‌کسی. چیز بعدی توی بوفه رستوران‌ها و هتل‌ها به فکر زخمی کردن صاحب هتل نباشید. اونا خیلی پولدارتر از شماهان عموماً. و با حال درسته که با هر چقدر چیزی شما بردارید اثر خاصی نمیزنه به صاحب هتل، ولی شما رو چیپ نشون میده. مثلا چی میگن صبحانه سلف سرویس، طرف 25 نوع صبحانه کنار هم سرو میکنه و اینطور که من ضربه زدم من دارم پولش رو میدم. یا مثلا عروسی و اینا که رفته بودم مثلا آدما نوشابه میذاشتن تو جیبشون، دستمال میذاشتن تو سوتیانشون. بعد من اینطورم که اوکی آفرین دمت گرم، چه ضربه‌ای زدی به صاحب عروسی، چه ضربه‌ای زدی به صاحب رستوران، ولی چقدر خودتو چیپ نشون دادی. ببین مثلا در مورد همین هتل و سلف سرویس و اینا، اگه مثلا می‌خواید امتحان کنین غذا رو یه کم از اونها بچشین ببین اوکیه یا نه، یعنی میذارن توی بشقابتون بعد میچشید. اگه خوشتون اومد نمیرین امتحان می‌کنین دوباره. خب به اون
کشاورزا فکر کنید، به اون کسی که قرار این ظرف شما رو بشوره فکر کنید که درسته که تمیز کردن اون ظرف یا پرورش اون ظرف جزء کار اونا محسوب میشه، توی وظیفه اونا محسوب میشه، ولی خب شما میتونید که این کار رو کمتر کنید. اون حیوانه‌ای که برای این غذا کشته شده به اون فکر کنید و الکی اسراف نکنید. آقا واقعا به اندازه که می‌خوایم غذا برداریم توی هر جا. واقعا دو تا دیگه مونده، قول میدم دو تا دیگه مونده. یکی اینکه برای بامزه نشون دادن خودمون بقیه رو خراب نکنیم. اصلا کار جالبی نیست. اینطوری که من چقدر نمکم، چقدر تو اسکلی، اصلا قشنگ نیست. بعد اگه با یه نفر صمیمی نیستیم یا برای اولین بار می‌خوایم با یک نفر صحبت کنیم یا باهاش تماس بگیریم، شما از قبل باید یک SMS بدین، خودتون رو معرفی کنین و راه ارتباطی، یعنی از طریقی که این شماره رو پیدا کردین یا اون رابطه بینتون با طرف مقابل رو هم ذکر کنین. اوکی، مثلا من بخوام واقعا به نفر زنگ بزنم، میگم سلام من هوریم، از طریق فلانی باهات آشنا شدم، میشه مثلا با تماس بگیرم، یا اگر بعد سخته مثلا خودت با من تماس بگیر. یه چیز دیگه هم هستش اینه که وقتی مثلا کسی کنارتون نشسته تو مترو، توی کلاس یا چیز دیگه، طرف تو گوشیشه، خب به تو چه که تو گوشیشه، طرف تو گوشیشه، چرا تو گوشیش نگاه میکنی؟ حریم شخصی آدم‌ها رو تو از بین داری میبری با کارهات. این لیست 500,000 تایی من بود. اگر ویدیو خوب باشه بازم این ویدیو این مدلی میگیرم. این چیزایی بود که من تا الان فهمیدم. من شاید خودم جز اون کسایی باشم که حقوق بقیه رو پایمال میکنم، ولی تا الان آگاه نبودم. هدف من آگاه سازیه، اینکه کسی بهم بگه که هوری فلان کارت خیلی اذیتم کرد، مثلا دیگه کار نکن. اون موقع است که میفهمم چقدر کار من اشتباه بوده. اصلا اومدم با این ویدیو بهتون یاد دادم که چطوری با شعورتر باشیم، چطوری با فرهنگ‌تر باشیم. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر کانال رو دوست داشتین لطفاً سابسکرایب کنین، یا اگه ایده خاصی به ذهنتون اومد لطفاً برام بنویسین، چیزایی که دوست دارین من در موردش صحبت کنم. از کامنتاتون خیلی خوشحال میشم. ببینید کامنت که برام میذارین، اسکرین شات میگیرم برای دوستان میذارم که در مورد من همچین حرفی بزنن. آره خیلی ممنونم بابت تایمی که گذاشتین ویدیو رو دیدین. امیدوارم که واقعا ویدیو بهتون کمک کرده باشه. تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.